ضمن صحبت یکی از همسایگان این منزل به ما گفتند که سنه 16 سپتامبر تقریبا ساعت 8:30 دقیقه شروع غوای کودکان و همسایگان به گوش رسید. آنها سراسیمه‌وار به کوچه برآمدند و خانه اصول‌الدین را دیدند که قرقیزها زیر نشان گرفتند. بنا به گفت شاهدان، اهل اعضایان این خانواده در مهاجرت هستند و هنگام موشک زنی کسی در خانه نبوده است. برای خاموش کردن آتش همگان هراس داشتند. خدمات آتش نشانی در دهه وارخ با کوشش‌های زیاد آتش این منزل را خاموش کردند، ولی از خانه یگان چیز به بیرون برآورده نشده است، چون که الکه خانه قریب به خاک یکسان شده بود. ساکن دهه وارخ رحمان ترسونوف که آموزگار است، از آن اندوهگین است که خانه همسایه‌هایش به کامی آتش رفتند. او در محله تاجیکان دهه وارخ زندگی میکند. دیروز گذاشتم که خانه همسایه‌ها از کنجی خانه زدند و اون پاره است، هیچ غم نیست. خیلی در خاندان همسایه من، در خاندان ما کسی نبود و ضرری ندیدم، ولی از ضرری دیگه برادرانم افسوس میخورم. میتوانستم که یک چیزی که باشد در من که زیادتی با اونا یاری دیم، ولی این نگهبانی من خانه خود را باور کنید شاید یک خدمتی برای وطن باشد. البته حمایت خاک و مرز و بوم تاجیک از سر میشه از خاندان و من فرزندانم رو حمایت کردم و خانه خود رو حمایت کردم. صبح روز 16 سپتامبر منزل‌های استقامتی در محله تاجیکان دهه وارخ نیز زیر تیرهای مینویات قرقیز افتاد که در نتیجه یک چند منزل‌های استقامتی ساکنان آسیب‌های جدی دیدند. با گفت ساکنین محله مذکور در نزدیکی خانه آنها یک خانه استقامتی قرقیز موجود است و قرقیزها از آنجا مینویات باران کردند. با فایدین تیشایف همسایه رحمان ترسونوف و یکی از آن نفران می باشد که در حادثه مذکور منزل استقامتی او قریب به پورگی تخریب شده است. شاید اگر سوخته را زود خاموش نمی کردند یک چند منزل های استقامتی دیگر نیز آتش می گرفتند، زیرا الکی به خانه یکی از همسایگان تیشایف با فایدین آتش گذشته بود. رحمان ترسونوف دعوت میکند که برای دفاع وطن باید فرزندان را با روحیه وطن دوستی تربیت کرد و به خدمت وطن داد. من چون آموزگار هستم خواستم که فرزندم رو به خدمت وطن دیم. ببینید این تصمیم من بود و چون جنگ شد که ما نباید بی‌طرف باشیم و همون لحظه الکی من 100% قرار دادم که فرزند عزیزم رو به خدمت بدیم. هرچند در خانه معیوب دارم، 2 معیوب دارم، یک زن دو پسر، یک کلین، اونو در مکتب مؤسسه تحصیلات اینترنتی شهر سارم آموزگار هستن، ولی من فرزند رو به خدمت الکی سپاریدم. سنه 25 سپتامبر در این نوبت جانب تاجیکستان و قرقیزستان پروتکل‌های مهم امضا کردند و آتش بس اعلان نمودند. جانب تاجیکستان باور به آن دارند که دیگر مناقشه بین دو دولت همسایه رخ نمی‌دهد. گزارش نوشیروان اشورov، جمشید زاده جهانگیر، تلویزیونی تنین.